شما هم مثل من یه فامیل داشتین که تخصصش توی پیشبینی آینده بوده؟ یعنی یه جورایی دیتابیس جهانی فال و خرافات. من یادم بچه که بودم وقتی چند تا چیز کنار هم ردیف بود مامانم میگفت آخ قراره برامون مهمون بیاد و من نشستم 3 روز منتظر موندم. آخرش مهمون کی بود؟ مأمور برق. یا این داستان فال قهوه، من هنوز نمیفهمم چطوری کف لیوان یه چیزی شبیه گربه میبینن. بعد میگن آها یه مرد قد بلند وارد زندگیت میشه. خواهر من، اینی که میبینی پیک پیتزاست، نه شاهزاده با اسب سفید. جالبترش اینه که وقتی ازشون میپرسی خب چرا این همه پیشبینی درست از آب در نمیاد، سریع میگن ببین انرژی ها با هم قاطی شدن. آره خب انرژی ها قاطی شدن، احتمالاً قاطی شدن با قبض برق خونه ما. سلام، من علی هستم، یه آدم کنجکاو که به جای اینکه بره آیندهش از ته فنجون قهوه پیدا کنه، ترجیح داده بره سراغ دکتر گوگل و کتابای روانشناسی رو زیر رو کنه. پس به دیپ سینک خوش اومدید، جایی که قراره در مورد همه چیز عمیق فکر کنیم و تا اعماق مغز فرو بریم. اینجا به جای اینکه بگیم فردا برات خبر خوب میاد، میایم بررسی میکنیم چرا مغز اینقدر دنبال خبر خوبه، چرا از شنیدن یک دروغ شیرین بیشتر حال میکنیم تا یه حقیقت تلخ. اگه دنبال یه موضوعی هستی که هم یه چیزی یاد بگیری و هم وقتی میخوای به دوستت بگی نرو پیش فالگیر محلتون بتونی براش دلیل علمی بیاری، باید بگم جای درستی اومدی. ما ایرانی‌ها یه رابطه خیلی خاصی با فال داریم. یعنی یه جورایی فال برای ما مثل وای فای میمونه. هیچ کس نمیدونه دقیقاً چطور کار میکنه، ولی همه بهش وصلن. از قدیم هم انواع فال داشتیم، مثلا فال حافظ که خب رسما یه جوری تست شخصیت شناسیه، با این تفاوت که به جای کارل یونگ حافظ میاد واسط نظر میده. شما میپرسی حافظ جون امسال عشق واقعی رو پیدا میکنم. حافظ هم یه بیت میاره که نصفش درباره شراب و نصف دیگه‌اش درباره یه پیرمرد رنده. و جالب اینه که ملت دقیقاً اون قسمتی که به نفعشونه رو میگیرن. یا فال قهوه رو ببین، قهوه اصلا برای بیدار موندن اختراع شده، ولی ما ایرانی‌ها نشستیم گفتیم نه، این خط قهوه شبونه توی فنجون یعنی تو قراره با یه خارجی قد بلند ازدواج کنی. یعنی یه نوشیدنی غربی رو گرفتیم باهاش آینده نگری شرقی درست کردیم. یا فال تاروت، کارت ها رو میچینی بعد طرف با یه قیافه جدی میگه اوه این کارت برج ویرانه است، یعنی رابطت میره رو هوا. خب عزیز من 2 روز پیش دیدم پیام واتساپمو سین کرده و جواب نداده. خودم هم میدونستم رابطم داغونه، کارت لازم نبود. و اصلا چرا همه این فال ها یه جوری خبر بد میدن؟ یعنی شما بری بگی سلام استاد یه فال برام میگیری، میگه بله، میبینم که تا 3 روز آینده یا پولت میره یا عشقت یا دوتاش. یعنی فالگیرا یه ذره هم بلد نیستن حال آدمو خوب کنن، همیشه یا بدبختی یا جدایی یا یه نفری چشممون زده. تا حالا دقت کردین اکثر فال‌ها یه جورایی شبیه خرافات عمل میکنن؟ یعنی اولش یه فنجون قهوه میخوری، بعدش یه نفر با قیافه جدی میاد میگه ای وای ته فنجونت شکل مار شده. بعد تو هی نگاه میکنی به مار کوچیک و فکر میکنی توی زندگی دشمن داری. خب صبر کن، اون مار ممکنه فقط ته قهوت باشه که یکم قاطی شده. فال‌ها خرافات یه خانواده هستن، مثل اون خانواده که همیشه دور هم جمع میشن، هر کسی یه داستان عجیب و غریب میگه و آخرش همه میخندن و همزمان میترسن. فال مثل بچه باهوش این خانواده است، یکم سرگرم کننده، یکم مرموز، ولی آخرش همون خرافات قدیمی رو دوباره زنده میکنه. حالا برسیم به اصل ماجرا. خرافات چیه؟ خرافات یعنی باورهایی که پایه علمی ندارن اما ما دوست داریم باورشون کنیم. مثل رد شدن از زیر نردبون که بدشانسی میاره، یا گربه سیاه جلوتو گرفت یعنی بلا میاد، یا اگه دونه انار تو شب یلدا یه جور خاص باشه آینده‌ت روشن. و ریشش کجاست؟ میخوایم یک سفر کوتاه بریم به هزاران سال پیش. بشریت وقتی هنوز نمیدونست چرا آسمون شب‌ها پر ستاره است یا چرا سیل میاد، دنبال دلیل میگشت. بعد کم کم یه عالم نشونه ساختن.
اگه فلان پرنده پرواز کرد یعنی بارون میاد. اگه رعد و برق زد یه دشمن تو راهه. و خلاصه هر چیزی که نفهمیدن و ترسیدن تبدیل شد به یه قاعده خرافی. فال هم دقیقاً همین جوری اومد وسط. وقتی نمیدونستن آینده چیه، یه لیوان قهوه، یه مشت نخود، یه کارت تاروت یا یه بیت حافظ رو گرفتن و گفتن ببین آینده همینجاست. یعنی فال در اصل یه خرافات متمدن و خوشگله که به آدم حس اینو میده که میتونه آیندهشو حداقل یکم پیش بینی کنه. پس وقتی یه نفر گفت فال امروزت میگه موفق میشی، یا وقتی ته فنجونت یه شکل عجیب میبینی بهش بخند، ولی همزمان بدون این فقط یک نمایش خرافاتیه با یکم شیرینی، شایدم تلخی. دنیای فال و خرافات اینقدر تنوع داره که اگه بخوایم همشون رو جمع کنیم میشه یه اپلیکیشن کامل به اسم فالوگرام. نسخه پرمیوم رو هم با تخفیف شب یلدا بفروشید. چند مدل دیگه از فال‌ها رو بخوایم بگیم میرسیم به فال نخود. یه مش نخود میریزن زمین بعد شروع میکنن به تفسیر. من همیشه فکر میکنم اولین بار کی نشسته بود و گفته این نخود به پهلو افتاده، تو به زودی عاشق میشی. یعنی با همون منطق میتونستن فال لوبیا، فال عدس، فال لپه هم بزنن، فقط حوصله‌شو نداشتن. یا فال کلاغ. قدیم میگفتن اگه کلاغ قارقار کنه یعنی خبر میاد. من همیشه فکر میکردم بیچاره کلاغ اگه بفهمه این همه مسئولیت رو دوشش گذاشتن سکته میکنه. یعنی با هر بار قار باید یه پستچی خبر بیاره. البته الان دیگه نوتیفیکیشن ها از قارقار کلاغا هم بیشتر شد. یا فال کف دست که بهش میگن کف بینی. یکی میاد دستتو میگیره، این خط سرنوشتته، این خط عمرته، این خط پولته. و منم باید بگم داداش این خط آخر حتما خط شارژ گوشیمه، لطفاً زود بگو برم. یه فال دیگه هم داریم به نام فال ابجد. اسم طرفو مینویسن با حروف ابجد حساب میکنن. من جدی یه بار دیدم یارو داشت با ماشین حساب میکرد. خب اگه قرار بود ریاضی اینقدر مهم باشه من باید تو امتحان دبیرستان 20 میگرفتم دیگه. یا فال اشیاء عجیب، فال سنگریزه، فال شمع، فال دونه های انار، فال انگشتر توی لیوان آب. جدی دیگه مونده فال کنترل تلویزیون. دکمه‌ش اگه گیر کرده باشه یعنی مشکلاتت حل نمیشه. اگه باتریش تموم شده یعنی رابطت قطع میشه. اگه فکر میکنی فقط ما ایرانی‌ها خرافاتی هستیم، سخت در اشتباهی. دنیا پر از خرافات عجیب و هر کشوری یه سبک خاص خودش رو داره. مثلا خارش کف دست. توی اروپا میگن اگه دست راستت بخوره پول میاد، اگه دست چپت بخوره پول از دست میدی. من همیشه میگم به جای اینکه نگران پول باشی اون لحظه باید به این فکر کنی که آخرین دفعه کی رفتی حموم. یعنی اگه یه روز دست راستت خالید و پول نیومد باید بری پیش فالگیر و اون پول رو هم از دست بدی. یا عدد 4 توی چین. توی فرهنگ چین عدد 4 شبیه کلمه مرگ تلفظ میشه، پس یه عدد نحسه. یعنی اگه یه نفر تولدش 4 آگوست باشه احتمالاً جشن تولدش باید همراه با دعا باشه که خوششانسی بیاد. یا زدن به چوب. مردم وقتی میخوان بلا رو دور کنن یه چیزی میگن و میزنن به چوب. من همیشه فکر میکنم اون درخت‌ها هم اعصاب ندارن دیگه، هر بار یه نفر میاد بهشون ضربه میزنه. یا فال انگشتر، فال شمع، فال سنگ، یعنی هر چیزی که روی زمین تو خونه است میشه ابزار پیش بینی. من هنوز منتظرم یه نفر بیاد بگه فال لپتاپت چی میگه. یعنی چراغ کپس لاکت روشن شد یعنی عشق تو راهه. همه این خرافات یه چیزی مشترک دارن. مردم دوست دارن توی دنیای پر از اتفاقات غیر قابل پیش بینی یه جور حس کنترل یا هشدار داشته باشن. و البته یه چیز دیگه هم هست. خرافات سرشار از داستان، نماد و طنزه. یعنی وقتی فالگیر میگه این نخود روشن یعنی خوشبختی، توی ناخودآگاه میخندی و همزمان یه حس هیجان هم داری. پس میبینی خرافات و فال مثل یه جفت دوست عجیب و غریبن که همیشه با هم کار میکنن. فال سرگرمت میکنه، خرافات ذهنتو قلقلک میده. حالا وقتشه یکم علمی بشیم. میدونین چرا ما اینقدر راحت پول فال و خرافاتو میخوریم؟ یه دلیلش اینه که مغزمون عاشق پیشبینی آینده است. یعنی وقتی نمیدونیم فردا چی میشه مغزمون میگه هی بیا یه داستان بسازیم.
و تازه بهترین داستان رو با نمادهای عجیب و غریب مثل نخود، فنجون قهوه و کارت تاروت میسازه. یکی از اون دلایل روانشناسی سوگیری تاییدی. حالا سوگیری تاییدی چیه؟ وقتی ما اطلاعاتی پیدا میکنیم ناخودآگاه فقط اون چیزهایی رو که با باورها و انتظارات ما جور در میاد رو میپذیریم و بقیه رو نادیده میگیریم. یعنی مغز ما عاشق تایید خودشه، نه حقیقت مطلق. مثال بخوام بزنم، شما فال گرفتین، فال گفته یه مرد قد بلند وارد زندگی شما میشه. شما هم یه همکار جدید قد بلند دیدید و میگید دیدی فال درست بود. حالا 1000 نفر دیگه هم قد بلند بودن که شما اصلا توجه نکردید. مغزتون فقط چیزی که تایید کننده باور قبلیتونه رو میبینه. گزینه بعدی اثر پلاسیبوه. وقتی به چیزی باور داریم حتی اگه واقعی نباشه تأثیر واقعی روی رفتار یا احساسات ما میذاره. مثلا فال قهوه میگه موفق میشی. شما یک انرژی عجیب پیدا میکنید و با اعتماد به نفس بیشتری سر کار میرید. فالگیر کار خاصی نکرده ولی شما به لطف باور خودتون حس موفقیت دارید. یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه fake it to make it. یعنی ادای چیزی که میخوای رو در بیار تا اتفاق بیفته. گزینه بعدی تمایل به الگو سازی. مغز انسان عاشق پیدا کردن الگوهاست. حتی وقتی هیچ الگویی وجود نداره. مثلا شما کف فنجون قهوه یه خطی شبیه مار دیدید. فوری داستان میسازید. اوه دشمن تو راهه. در واقع نه مار واقعیه نه دشمن. فقط مغز شما دنبال الگو میگرده تا احساس کنترل کنه. گزینه بعدی هم سوگیری در دسترس بودن. وقتی ذهن ما تصمیم میگیره بیشتر به چیزهایی که تازه دیدیم یا شنیدیم توجه میکنه حتی اگه مهم نباشه. مثلا تازه فال تاروت رو گرفتی و کارت برج ویرانه اومده. همه روزتو میبینی و هر اتفاقی کوچیکی رو به اون کارت ربط میدی. دیدی خطر تو راهه حتی اگه بیشتر روز هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. حالا اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم تا الان دیدیم که فال و خرافات یه جورایی مثل یه جفت دوست صمیمی عجیب و غریبه. یکی مثل فال سرگرم کننده و مرموزه، یکی هم مثل خرافات پر از داستان‌ها و باورهای عجیب. اما وقتی دقیق نگاه میکنیم میبینیم پشت همه اینها یه چیز علمیه. ذهن ما عاشق الگو و پیشبینی آینده است. ما دوست داریم کنترل داشته باشیم حتی وقتی هیچ کنترلی نداریم. فال و خرافات فقط ابزارهای ذهنی ما هستند که بهش کمک میکنن حس امنیت و پیشبینی داشته باشیم و البته کمی هیجان و سرگرمی هم به زندگیمون اضافه کنیم. حالا یه نکته مهم، همه این مثالهای عجیب یه درس بزرگ دارن. وقتی بفهمیم مغزمون چطوری سوگیری تاییدی، اثر پلاسیبو و داستان سازی انجام میده میتونیم با خنده و کمی عقلانیت از فال و خرافات لذت ببریم بدون اینکه زندگیمون رو دستشون بدیم. پس دفعه بعد که یه فال قهوه دیدی یا تاروت گرفتی یادت باشه بخند، داستانشو گوش کن ولی مسئولیت تصمیمات تو خودت بگیر. و اگه کسی گفت نکنه گربه سیاه جلوراتو گرفته جواب بده نه داداش فقط دوست داشتم یه عکس بگیرم. در نهایت فال و خرافات مثل یک فیلم طنز ذهنی هستن، گاهی خنده‌دار گاهی مرموز ولی همیشه یادمون میدن که ذهن ما عاشق داستان و دنبال معنی توی چیزای عجیب میگرده. اگه از این سفر عجیب توی دنیای فال و خرافات خوشتون اومد یادتون نره که یه لایک بزنین تا مغزمون بدون اینکه فال بگیره بفهمه شما هم موافق بودید. و اگه دوست دارید با من توی این دنیای عجیب روانشناسی همراه بشید حتما سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بهم بگید کدوم فال یا خرافات بیشتر باعث خندتون شده یا حتی باعث شده یه بار مغزتون شبیه فالگیر کار کنه. و یادتون باشه هر بار فال گرفتین حداقل یه خنده هم بهش اضافه کنید.